بریم با هم عکس حرفه‌ای بسازیم. امروز میخوام کرا که بهترین سایت ساخت عکس با هوش مصنوعی هست رو بهت معرفی کنم. وارد این سایت میشیم و حالا روی گزینه ایمیج میزنیم. اینجا پرامپتمون رو وارد میکنیم. اینجا هم ابعاد عکسمون رو انتخاب میکنیم. این قسمت هم انواع استایل ها هستش و هر کدوم که خواستیم رو انتخاب میکنیم. و حالا روی گزینه جنریت میزنیم. این قسمت باید روی گزینه گوگل کلیک کنیم تا ثبت ناممون انجام بشه. خب خودش با ایمیلمون سینک شد. روی گزینه جنریت میزنیم. اینجا بهش گفته بودم یه دختر سایبرپانک که حالا ایستاده تو کوچه بارونی با نورهای نئونی که اینو برامون ساختش با این جزئیات. این سایت یه سایت عالیه چون کیفیت خروجی‌هاش بالاست. تو چند ثانیه تصویر رو بهت میتونه تحویل بده. استایل‌های مختلف مثل سینمایی، فانتزی، رئال و حتی کارتونی رو پشتیبانی میکنه. اگر دنبال ساخت عکسای حرفه‌ای هستی که واقعا وایرال بشن، این ابزار یه ابزار عالی هستش. خب اینم از آموزش امروز ما. اگر برات مفید بود لایک و سابسکرایب یادت نره.